ساعت 5:46 و 10 ثانیه ظهر یا شب نمیدونم. خیابان از اون ساعت 4 5:46 و 20 خورده خواستم کاری بکنم که متعارف کنکورم هر روز توی یوتیوب بذارم. امروز 1 آذر 1404 ساعت 13 دقیقه مونده به 10 داریم که امروز ما داشته باشیم. الان تقریبا 9 شبه و این که به ساعت 10 بخونم ببینیم چی کار. امروز 3404 من برای سوم یا چهارم بار تصمیم گرفتم که یوتیوب شروع کنم. داستان از این قراره که میخوام که کسایی که کنکوری هم منو پیدا کنن و با همدیگه درس بخونیم، با همدیگه ملحق شیم و هدف اصلی اینه که میخوام بچهای کنکوری بدونن که همه کنکوری ها یه روز حالشون خوبه، یه روز حالشون بده، یه روز کم درس میخونن، یه روز زیاد درس میخونن و اینه که رفته این موضوع رو به ثبات برسون. به خصوص تو دخترها این موضوع خیلی تو بی ثباتیه و خیلی کم میشه به ثبات کامل رسونش، ولی میشه به ثباتی رسون. میخوام که بچه کنکوری با دیدن من تو یوتیوب اینو بدونن که هیچ چیز ثبات دار نیست و حتی آدم یک کنکور هم نمیتونست با ثبات باشه اوایلش و رفته یاد گرفت، خودش رو یاد گرفت که چجوری با ثبات باشه و از این چرت و پرت. و خلاصه اینکه ویدیوها قراره کلا 2-3 دقیقه‌ای باشه یا حتی کمتر، یه طور شورت ویدیو. آره دیگه همین. فقط میخوام که بدونید همه ما آدم و بی‌ثباتی داریم، ولی میتونیم این بی‌ثباتی رو کمش کنیم، به یه ثباتی برسونیمش. همین. امیدوارم که تا روز کنکور ببینیم چی میشه و به ثباتی برسیم.